اسم من فهمیه، اهل ترکیه هستم. 25 سال پیش با برادر کوچکم در دیار غربت سرگردان شدیم. من و برادرم هندوستان، ایران، عربستان و خلاصه همه جا رو گشتیم و آخرش بعد از اون همه گشت و گذار یکی از شهرهای غربت رو انتخاب کردیم. در اونجا برادرم ازدواج کرد و خداوند 2 دختر به اون عنایت کرد. بعد از مدتی برادرم در یک حادثه جان سپرد و از اون روز به بعد پدر اون 2 دختر من شدم. کارم خیلی خوب بود. در یک مدت کوتاه ثروت فراوانی به دست آوردم. موقعی که میخواستم از استانبول برم، یک برادر بزرگتر از خودم داشتم، ولی اون همراه ما نیومد و همونجا تو استانبول موند و تا به حال از اون هیچ خبری ندارم. حالا دخترها بزرگ شدن و موقع ازدواجشون رسیده، اما قبل از اینکه اونها رو به دانشگاه بفرستم دلم راضی نمیشه شوهرشون بدم. دلم میخواد اونا خودشونو خوب درک کنن. خلاصه تمام کارامو به شریکم واگذار کردم و به استانبول برگشتم. حالا خوشحالم که بعد از 25 سال که از این شهر دور بودم به شهر رؤیاها و بهشت آرزوهام استانبول قشنگ برگشتم. Yakışıklı, belki o biraz da çapkın bakışlı. Seviyor zanneder ona gidersen, dönersin bir gün gözleri yaşlı. O kadar o. آهای دختر، همونجا وایسا. حضرت آقا الان تشریف میارن. فقط یه خورده دندون رو قلبت بذار. بسیار خوب آقا. ای شیطون بلا. بله، نفهمیدم؟ خفه شو! فرصت! ببند جهان جهالت رو خفه شو! اون دختر پرستار مخصوص شماست آقا. من خیال کردم کلفت مخصوص شماست عموجی. ولی آقا پرستار مخصوص خواستن، نه کلفت مخصوص خانوم. من کی از تو پرستار خواستم؟ پس این دفعه دست گل آب داده. نه والا من دست گل از آب گرفتم. ببینید قربان خودتون دستور دادید، منم اوامر شما رو اطاعت کردم. دیگه احمق، من به تو گفتم برای برادرزاده هم یه آشپز بیار، تو رفتی برای من یه پرستار آوردی؟ ناراحت نباش دخترم، این مباشر من گاهی اوقات احمق میشه. مرد خوبیه، درستکار، مهربان، فقط بغضش یک کمی معیوبه. به هر حال میبخشید. آقای محترم. بله دختر جان. نه این غیر ممکنه. خواهش میکنم بگید چه شده؟ ممکنه باور نکنید ولی اون از گرسنگی قش کرده. از گرسنگی؟ حتما رژیم گرفته لاغر بشه عمو جون. شما برید بیرون ببینم. جلسه باشید زودتر. بخواب دخترم. فعلا استراحت از هر چیزی برای تو بهتره. معذرت میخوام، من شما رو ناراحت کردم. برای اینکه بدونی اشتباه فکر کردی باید بگم تو از امروز منشی و پرستار شخص من هستی. چی فرمودی؟ مگه نشنیدی دخترم؟ از این ساعت به بعد کار تو شروع میشه. تو رو برای پرستاری خودم استخدام میکنم. راستش این روزها من چندان حال خوشی ندارم. به یه دختری مثل تو احتیاج دارم. معذرت میخوام، میتونم یه تلفن بزنم؟ البته. الو، بفرمایید خانم. اینجا اغذیه فروشی لوکسه. درسته؟ با پدرتون کار داشتین؟ بیا دخترتون. متشکرم. الو. بله دخترم. چی میگی جناب؟ بابا جون، من استخدام شدم.
موفق شدم. دیگه اجاره خونمون رو سر ماه میتونیم بدیم. خوشحالم دخترم. یادته که بهت گفتم خدا همه بنده هاشو دوست داره. شکر، خدا رو شکر. شب منتظرت هستم دخترم. دیگه میتونیم هر روز صبحونه بخوریم. دیگه نون خالی نمیخوریم. معذرت میخوام. خواهش میکنم. حالا بلند شو برو یک قلم و کاغذ بیار. میخوام یک آگهی بنویسم بدم روزنامه ها. این آگهی خیلی مهمه. متنش اینه: یک خانواده ثروتمند میخوان دخترشونو برای کنکور دانشگاه آماده کنن. احتیاج به 2 معلم کارآزموده دارن. معلمینی که میخوان تدریس کنن باید در موقع مراجعه مدرکشون همراهشون باشه. مگه تو دیوونه شدی؟ اگه عمو جون گوش کنه چی؟ برو بابا، چی داری میگی؟ مگه هر کی تو خونه باشه تلفن ور میداره؟ با این ندونم کاریات آخرش یه کاری دستمون میدی. اینقدر ترسو نباش خواهر جون. اصلا تقصیر منه که هر جا میخوام برم تو هم همراه خودم میبرم. حالا واسه ببین چی بهش میگم. نکنه قطع کردی؟ الو؟ سهیله عطایی عزیزم، نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده. مگه ممکنه سراغتو نگیرم؟ قسم میخورم. باور کن شب و روز به فکر تو هم. بازم حرفای همیشگی. میدونی که من عاشق خودت نیستم، بلکه عاشق این حرفای تو هستم. همین نمیشه؟ نمیدونم. لیلام هست. خیلی خوب خیلی خوب. رئیس جون، امشب با هم هستیم. خواهرشم میاره. کمیسیون خوبی باید بهم بدی. چی داری میگی؟ مگه وضعشون خیلی رو به راست؟ معرکن رفیق، معرکن. اول پولتو رو کن. قبولم دارم. پدر نامزد آیندهم بازی میکنم. خب حالا چی میگی؟ دیگه کسی هست اعتراض کنه؟ کسی هست؟ Kollarımdasın, bak yanımdasın. Tanrım bundan büyük mutluluk olur mu? Her şeyim benim, tatlı sevgilim. Bundan sonra ayrılmayalım olur mu? Kollarımdasın, bak yanımdasın. Tanrım bundan büyük mutluluk olur mu? Her şeyim benim, tatlı sevgilim. آقای مدیر، مادرم مریضه. به نظرم سرطان گرفته باشه. فکرشو بکنید. اون مادر منه. اون پیرزن همه چیز منه. خواهش میکنم آقای مدیر، فقط 2000 تومان به من قرض بدید. عوض شب و روز براتون کار میکنم تا بدهیم تموم بشه. من تا حالا از شما هیچ کمکی نخواسته بودم. این برای اولین و آخرین دفعه است که از شما خواهشی میکنم آقای مدیر. دستتون رو میبوسم. اگه مادرم عمل نکنن میمیره. حوصله‌مو سر بردی. شنوندگان عزیز، به دنبال برنامه ما که مستقیما از کاباره پخش می شود توجه فرمایید.
Kayadan indir beni, kanlıya bindir beni. Kapılar kilitli, bacadan indir beni. Kayadan indir beni, kanlıya bindir beni. Kapılar kilitli, bacadan indir beni. Bal koydum alsın diye, yürekler yansın diye. Kızlar pazara çıkar, erkekler alsın diye. Al beni, sar beni, sev beni, güzelim. Al beni, sar beni, sev beni, güzelim. Sevdim ezelden seni, gönül seçti çıkardı bunca güzelden seni. Sevdim ezelden seni, dostluk ezelden seni. Gönül seçti çıkardı bunca güzelden seni. Ben koydum alsın diye, yürekler yansın diye. Kızlar pazara çıkar, erkekler alsın diye. Al beni, sar beni, sev beni, güzelim. Al beni, sar beni, sev beni, güzelim. Kayadan indir beni, kanlıya bindir beni. Kapılar kilitli, bacadan indir beni. Kayadan indir beni, kanlıya bindir beni. Kapılar kilitli. به عموت گفتی؟ حالا که وقتی این حرفا نیست عزیزم. پس بهش نگفتی ها؟ اما میخواد منو لیلا رو به دانشگاه بفرسته. از این گذشته داره برای ما معلم سرخونه میگیره. بنابراین با این وضع من چطور میتونم به عموم بگم عاشق شدم و میخوام با کسی که دوستش دارم ازدواج کنم؟ ها ها. امیدوارم موفق باشی. فعلا خداحافظ. خواهش میکنم صبر کن. خودت میدونی که چقدر دوستت دارم. بهت قول میدم هر چه زودتر همه چی درست بشه. Sevdim ezelden seni, gönül seçti çıkardı. من به تو اعتماد دارم. اگه بدونم همه چی درست میشه صبر میکنم. Dostluk ezelden seni, gönül seçti çıkardı bunca güzelden seni. Ben koydum alsın diye, yürekler yansın diye. Kızlar pazara çıkar, erkekler alsın diye. Beni sev, زهرا چی شده؟ چرا اومدی اینجا عزیزم؟ اومدم بهت خبر بدم حال مادر خیلی خرابه. güzelim. حالش چطوره آقای دکتر؟ همونطور که قبلا هم گفتم پسرم، اگه عمل نشه ممکنه چند روز یا حتی اکثر چند هفته بیشتر زنده نمونه. بفرمایید. متشکرم. خدای من، اون همه پولو چطور میتونم تهیه کنم؟ 2000 تومان مساعده خواستم ولی بیشرما بهم ندادن. ببین چی برات آوردم. جمال مادر، پسرم پسرم. خبر خوبی برات دارم مادر. امروز صاحب کاوره منو صدا کرد. گفت قصه نخور کمال، برای عمل مادرت هر چقدر پول بخوای بهت میدم. شنیدی مادر جون؟ تو دیگه خوب میشی، خیلی زود خوب میشی مادر جون. مادرم رو دستم داره جون میده و من برای نجاتش هیچ کاری نمیتونم بکنم. از آگهی توی روزنامه رو ببین، بخونش. یک خانواده ثروتمند برای آماده کردن دخترشون برای کنکور دانشگاه به معلم خصوصی احتیاج دارن. نوشته پول خوبی هم میدن. نه رفیق، به درد ما نمیخوره. با بودن اون همه استاد و معلمای درجه یک کی به 2 تا دانشجو کار میده؟
مراجعه کردن که اشکالی نداره. مادر تو هم مادر منه. پاشو رابیو، پاشو. بنده حتما انتخاب شدم قربان ولی بیشین بینم. بنده چطور؟ بیشین. میگم که ساکت. سلام عرض کردم. بفرمایید آقایون، رو نوبت تشریف بیارید. حتما رو نوبت. میدونید آقایون، اشکال کار شما اینه که جوان هستید. من میخوام معلم دخترام مسن باشن. ولی آقای محترم، ظاهر هیچ کس نشان دهنده شخصیتش نیست. ما هر دو دانشجو هستیم. امسال هم سال آخرمونه. با تمام وجود سعی میکنیم موجبات خرسندی شما رو فراهم کنیم. بسیار خوب، مدارکتون رو بدید تا در این باره فکر کنم. رابیوف برادر، مؤدبانه دارم بیرون عموم میکنم. خیلی مثلا میخوام که مزاحم شما شدیم. مرحمتون زیاد. مزاحم. موزیسین کاواره ها رو تماشا کن. بیچاره پرت شد رو زمین. مگه دیوونه شدی؟ چرا این کارو کردی؟ تو که رانندگی بلد نیستی چرا میشینی پشت ماشین؟ اگه مردی بی پایین تا بهت بگم. میبینی که نامرد از نامردم این کار بعید نیست. من از شما معذرت میخوام آقا. خواهرم حواسش پرته. کجا میای؟ این کاری که تو میکنی کار دختره لوسه. چی فرمودید آقای نخودلو بیا؟ این حرکات مخصوص اوناییه که مخشون بو قرمه سبزی میده. یخ کنی الهی، چقدر بامزه ای. بگی گفته تو بیمزه ای. دست درد نکنه جوون، بزنش جانمی. پلیس خبر کنم؟ نه لازم نیست پلیس خبر کنی. برو اون دوتا جوون رو صدا کن، میخوام اونا رو استخدام کنم. چی؟ اومدن خدمتتون قربان. بسیار خوب، الان مطرح میکنم. خب آقایون، این دوتا دختر رو که میبینید دخترهای من هستن. باید اضافه کنم که اونا لوسترین دخترهای دنیا. از حرکاتشون پیداست قربان. اتفاقا شاهد لوس بازیشون بودیم. میبینم که سروازتون زیاد آبرومند نیست. باید لباساتون رو عوض کنید. گوش کن زهره، فوراً 2 دست لباس شیک برای آقایون سفارش بده تا از این ریخت در بیان. چشم قربان. اگه من جای شما بودم یکی زیر پوشم براشون تهیه میکردم. چقدر موسیقی میشن وقتی کراوات بزنن. هر دوتون خفه شید. چی داشتم میگفتم؟ آها، بچه ها، منم مثل شما اهل این آب و خاکم. اینجا هیچ کس رو ندارم جز یک برادر که اونم 25 ساله ازش بیخبرم. نمیدونم زنده است یا نه. دلم میخواد شما واقعا برای این دخترها معلم باشید و برای این موضوع به هر کدوم از شماها ماهی 5000 تومان میپردازم. 5000 تومان؟ خیلی عالیه. و اگه در کنکور دانشگاه قبول شدن 10,000 تومانم به شما پاداش میدم. حالا بهتر شد؟ مطمئن باشید یه ضرب قبولشون میکنیم قربان. یک مطلب مهم که داشت یادم میرفت. اگه لوس بازی در آوردن نگاشون نکنید. حسابی ادبشون کنید. هیچ فکر من نکنید. من ناراحت نمیشم. دستورات شما رو اجرا میکنیم قربان. ولی عمو جون، اونا حق ندارن ما رو کتک بزنن. آی بس دیگه زبون درازی نکنید. از این ساعت اختیار اون دخترها دست شماست. فعلا خداحافظ. عمومون 2 ولگرد و جای 2 معلم استخدام کرده. باور کن چیزی نمونده که دیوونه بشم. برای فرار هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. اما هیچ امیدی ندارم عزیزم. ناراحت نباش سهیلا. اگه تا آخر عمرم هم شده منتظر میمونم. خداحافظ. راستی فریدون خان، شما یه حساب جزئی دارید تقریبا در حدود 8000 تومانه. رئیس میگه تا پیش اومدی نشده، اگه این پول بپردازیم بهتره. نمیخواد منو بترسونی. اگه با این دختری که داری میرقصه عروسی کنی زندگی تامینه. از زندون قبرستونم فاصله میگیری.
برسم تو این پرونده نوشتم. مشخصاتش کاملا روشنه. اگه شما به یاری خداوند بتونید موفق بشید برادرم رو پیدا کنید، مطمئن باشه بسیار خوبی پیش من دارید. بفرمایید. هر خدمتی بتونم براتون انجام میدم. اگه من یه کمی دیر اومدم تو میتونی بخوابی زهره. بسیار خوب آقا. و تو سلیمان، در نبودن من از خونه و زندگی کاملا مواظبت کن. مطمئن باشید آقا، تا زمانی که من تو این خونه هستم نه خروس جرأت خوندن داره نه مرغ جرأت تخم کردن. آفرین آفرین، برای همین بود که به تو سفارش کردم از معلم خوب پذیرایی کنیم. اینو بش. چرا عصبانی شدی سلیمان؟ چرا که نشم، آقا خودشم نمیدونه داره چی کار میکنه. برای این دوتا دختر جوون درست نیست که دوتا معلم جوون بیاره. خدا این دوتا پسر از شر این دختره حفظ کنه. این دخترایی که من دیدم 100 سال دیگه هم درس خون نمیشن. ما مرده و شما زنده میبینی. برید تو اتاقتون. این چه طرز حرف زدنه؟ گفتم برید تو اتاقتون. لازم نکرده به ما دستور بدی. مثل یه خانم خوب برو تو اتاقت. مجبورم نکن دسته بگیرم پرتت کنم بیرون. گستاخ. اعصابت ناراحت نکن، تقصیر عموم بود که اینا رو آورد اینجا. شبتون بخیر. ماشاءالله خسته نباشین. نه بابا ما دیگه عادت کردیم. اون دخترها از مخ آزادن. شما اینجا نمیتونی مطالعه کنی، برو تو اتاق خودت. من جای شما اینجا کشیک میدم. باشه؟ باشه. خیلی متشکرم. شما آقای کمال همون موزیسین معروف هستید؟ بله خانم. پس کسانی هستن که ما رو میشناسن؟ بله البته. یه مرتبه هم عکستون رو در مجله دیده بودم. فقط یه مرتبه عکسمو چاپ کردم. خیلی متواضع هستید. کمتر کسی هست که موقعیت شما رو داشته باشه و اینطور آروم و سر به زیر باشه. خوشحالم که اینو درک کردید. میبینید که فعلا تو این خونه 2 دختر لوس و نونا رو درس میدیم به خاطر چرا نباشم؟ شبتون بخیر. شب شما بخیر. چیزی
چیزی میخواستید بگی؟ راستش میخواستم بگم از آشنایی شما خوشحالم. خیلی هم خوشحالم، خیلی. منم همینطور. خیلی خوب، حالا میریم سر درس طبیعی. بگید ببینم لیلا خانم، حیواناتی که دست دارن کدوما هستن؟ حیواناتی که دست دارن شبیه انسان هستند و هیچ وقت از انسان جدا نمیشوند. انسان آنها را مانند خودش میبیند، ولی آنها دستشون رو بلند میکنن و دخترای خوشگل رو میزنن. ساکت! خب حالا این مسئله رو حل کن ببینم. نمیتونم. حتی بچه های کوچیکم میتونن این مسئله رو حل کنن. این که چیز مهمی نیست. چطوری حل کنم؟ نمیتونم. که اینطور؟ نخیر که اونطور. خیلی خوب سایله خانم، تا وقتی که این مسئله رو حل نکنید از خوراکی هیچ خبری نیست. جدی میگی؟ الان میرم به عمو جونم میگم. آهای کجا؟ عمو جون. از این برای کتک زدن میتونی استفاده کنی جوان. قایم بزنشم. بفرمایید. بیاید بریم سر درس، خیلی عقبی. خواهش میکنم. یالا زودتر. اوضاع جغرافیایی هندوستان بگید. من میمیرم واسه راجکاپور هندوستان. مواظب باش، بد میبینی ها؟ رودخانه های هندوستان رو بگید. اول رودخانه سنگام، آهنگش هم اینه آوارامو. فرمانروای اونجا یه مهاراجه خوشگله که 25 سالشه. چه جوابهای مسخره‌ای. لابد قیافه مسخره خودتون نمیدونی چه جوری آقا معلم، آدم از خنده روده بر میشه. ممکنه وضع مالی ما فقیر بیچاره و مسخره باشه، ولی قیافمون طوری نیست که کسی بتونه مسخره بکنه. حالا گوش کن، کتابتو باز کن، کتابتو باز کن ولی تنبیه میشی. چه جوانای فعال و سربراهی. من به پاکی اونا ایمان دارم، ولی نباید لحظه ای از اونا غافل شد. این چه فرمایشی آقا؟ بدون اجازه من مطمئن باشید حتی یه مگس نر جرأت نداره تو این خونه پرواز کنه. آفرین سلیمان، همیشه اینطور باش. حیثیت این خانواده به دست تو سپرده شد. من یه کمی دیر برمیگردم. چقدر من مهمم خودم نمیدونم. غذاتون حاضر آقا کمال. مستقیم امشب رفته مرخصی. خیلی متشکرم، باعث زحمتتون شدم. اختیار داری، دیگه فرمایشی نداری. خجالتم ندید، من شرمنده شما هستم. با اجازت. خدا بگم چی کارشون کنه، قدم به قدم ما رو تعقیب میکنن، هیچ جا نمیتونیم بریم. اما من فرار میکنم، هر طور شده فردا از چنگشون در میرم. منتظرت هستم عزیزم. زندگی بدون تو برای من خیلی کشنده است. باور کن. به امید دیدار عزیزم. بازم نمیتونه بیاد؟ یه حساب جزئی دارید آقای محترم که با باخت دیشبتون 1000 تومان شده. هنوز خیلی محل دارم. ازدواج تو با یکی از دخترای میلیونر این شهر یه دروغ بزرگه. اینو برای فریب دادن ما میگی؟ هر جور میخوایم فکر کنیم. آخرین فرصتی که داری تا آخر برجه. اگه بدهی تو ندی هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. فهمیدی؟ اوقور بخیر خانم، کوچولو کجا تشریف میبری؟ هیچی آقای سلیمان، دلم برای پدرم تنگ شده، یه نوک پا میرم ببینمش، تا یه ساعت دیگه برمیگردم. خیلی ازت متشکرم. خیلی خوب، برو. شما کجا؟ اوقور بخیر آقای کمال، لابد شما هم دلتون برای مادرتون تنگ شده. نه آقای سلیمان خان، من دلم برای برادرم تنگ شده. خیلی وقت اونو ندیدم. تو نمیدونی برادر چه چیز خوبیه. تا یه ساعت دیگه برمیگردم، محبت رو فراموش نمیکنم. خیلی خوب، برو. ولی من کلا سرم نمیره، بالاخره میفهمم سر نخ دست کیه.
کنن با من و تو چه میکنن من سرشار از جوانیم من مست از زندگانیم تو گرفته به درد و غم بار تو کس نمیبرد کس همه دل نمیخورد تو که جون غنچه مستی چه شود خواهنده کنی دل جون آینه از تو به صفا زنده کنی به خدا دنیا نبود جایی که در آن یک لحظه غمین باشی دل من رفت از صفا آری به خدا باید که چنین باشی عمر ما چون شکوفه‌ای پرور گردد به لرزشی تو بگو با این انجام زندگی غم رو باشد چه ارزشی تو بگو تو بگو تو بگو تو که در غم خیال به کجا ره ببری نکنی عمر دوباره تو مگر بی خبری بگشا چشمان و بیا تو عشق و صفا را با تو بیاموزم به فروغ شادی خود بنیاد و غم و اندوه تو را سوزم شهر ما شهر خنده ما میخندد شاد و پرصفا اگر بخندی تو همچمان سر به سر خنده میشود یک جهان از نشاط ما سر به سر خنده میشود یک جهان از نشاط ما من نمیدونستم شما اینقدر خوش صدا هستید. بهتون تبریک میگم. خیلی عجیبه. شما اینقدر خوبم میتونستین صحبت بکنین؟ من برای کسانی که فقیر فقرا رو مسخره نکنن خیلی ارزش قائل هستم. که اینطور؟ نمیتونم تصور کنم که شما همون معلم دیروزی هستین. از اینکه من و خواهرم باعث ناراحتی شما شدیم ازتون معذرت میخوایم. منم از شما معذرت میخوام که مثل یک جنتلمن رفتار نکردم. منو ببخشید. به به چه منظره رمانتیکی. سهیلا خجالت نکشید ادامه بدید. فرض کنید من نیستم. منظورتون چیه؟ از اینکه این آقایون انقدر خودشونو میگرفتن و حالا با یک نگاه مثل یه بره اینطور رام شدن و مثل موم تو دست ما له شدن خوشحالم. مسخره. خواهش میکنم بی جهت ناراحتشون نکن. منو؟ اون کی هست که منو ناراحت کنه؟ خیر باشه آقا معلم چه خبر شده؟ الان میام فرید جون. تو نایت کلاب هم دیگه رو میبینیم. منتظرتم. دیر نیای عزیزم. اگه به قیمت جونم تموم بشه نمیذارم بری. هیچ غلطی نمی کنی. مگه وقتی تو با اون پسر یه گدازاده عشق بازی میکنی من دخالت میکنم؟ مطمئن باش به عموم میگم. جدی میگی؟ برگرد. برو تو اتاقه. چه غلطا. من از شما معذرت میخوام. امیدوارم منو ببخشید. ولی اگه میدونستید به خاطر چی کار میکنم. میدونم.
مثل اینکه کارتون خوب رونق گرفته. خدا آخر عاقبتشو به خیر کنه. احمق، بهش نشون میدم با کی طرفه. خواهر تو چرا اینطوری؟ اگه میدونستی اون بیچارا با چه زحمتی زندگیشون رو تأمین میکنن این حرفو نمیزدی. برو دختره ساده، اون با چند کلمه رمانتیک عقل تو رو ازت دزدیده. هیچ توقع نداشتم این حرفو بزنی. ببخشید، ولی با این اخلاقت میبینم روزی رو که تو خونه ترشیدی. خب همه دختره که نباید شوهرگیرشون بیاد. روزگارشو سیاه میکنم. اون حق نداره به من توهین کنه. پدرشو در میارم. کن انقدر از روی تو خج میکشم که حد نداره. من خیلی شرمندم. مهم نیست، اینا چیزایی که پیش میاد. اگه از زبون خودت نشنوم که منو بخشیدی عذاب وجدان راحتم نمیذاره. این حرفا چیه سهیله خانم؟ بین من و شما یه مانعی وجود داشت که نمیتونستیم حرفای همدیگه رو درک کنیم، ولی حالا دیگه مانعی در کار نیست. کمال، من قصد توهین به تو رو نداشتم. میدونی بعضی دخترها وقتی از پسری خوششون بیاد دوست دارن اونو اذیت کنن، سر به سرش بذارن، خیتش کنن. میدونم که دخترها این کارو میکنن، ولی ازتون خواهش میکنم راجع به این چیزا صحبت نکنیم. باشه عزیزم، دیگه تکرار نمیکنم. دختره بی تربیت، چرا قبل از اینکه وارد بشی در نزدی؟ معذرت میخوام. زهره سویلا اولا حیوان خوک. با من بودی؟ نه جونم، با اون بودم. به من اولا خیال کردم با من هستی. زهره ببینم تو چرا داری دنبال اون دختر سگ دو میزنی؟ والا نمیدونم چی بگم. اون منو بوسیده. چی؟ هیچی، گفتم منو بوسیده، فقط لپمو بوسیده. این که چیزی نیست. نفهمیدم کی بوسیده. هیچ سر در نمیارم. تو با چه جرأتی تو کار من دخالت میکنی؟ تو با چه اجازه ای دوست من آلت دست قرار میدی ها؟ منظورتو نفهمیدم حضرت آقا. خیلی خوب فهمیدی. خودتو به حماقت نزن. از تو شکایت میکنم، از اینجا بیرونت میکنم. هر کاری میخوای بکن، ولی اگه بخوای با قلب دوست من بازی کنی اون وقت کاری میکنم که هیچ کس نتونه نجاتت بده. آها، پای حسادت به میون میکشی؟ تو از حسادت چه نتیجه میگیری؟ به جای اینکه فکر تو با این حرفا خراب کنی برو درستو بخون. شب بخیر. شنیدم 50,000 تومن دیگه باختی؟ نکنه کلاغ بهت خبر داده؟ نخه، فال گرفتم، فالگیر بهم گفته. اگه تا آخر برج حسابتو تا یه شه آخرش ندی برای همیشه زیر خربارا خاک استراحت میکنی. وقتی فکر میکنم یه روزی میلیون ها تومن پول تو جیبم دارم و شما هم مثل سگ دنبالم وق میکنیم خندم میگیره. یه هفته بیشتر طول نمیکشه که هم دخترها هم میلیون ها تومن پول تو چنگم میفته.
خیلی متشکرم زهره جان، برو استراحت کن. این وظیفه منه آقا، با اجازه شما. دختر مهربان و خوبیه، اونقدر دوستش دارم که. کجای کارین؟ فکر میکنید که فقط شما دوستش دارید، همه جوونا دوستش دارن. چی میخوای بگی؟ هیچی، منظورم اینه که یعنی منم دوستش دارم. آقا بس دیگه، من اشتباه فکر کردم. زهره اگه به من دست بزنی فریاد میزنم. فریاد بزن، هر دومونو بیرون میکنم. برای تو مهم نیست ولی برای من مهم. تو حرف منو قبول نداری، ولی باور کن راست میگم. گوش کن عزیزم، اون دختر فقط لپ منو بوسید. به من چه، هر جاتی که بوسیده برای که ببخشمش منو بوسید. باور کن زهره. برو این چخان بازی ها رو برای مادرت در بیار. قسم میخورم که حقیقتو میگم. آخه برای چی باید دروغ بگم؟ ولم کن برو. من تو این دنیا فقط تو رو دوست دارم زهره. فقط تو رو. راحتم بذار. خواهش میکنم حرفمو باور کن. به خدا راست میگم زهره. قبول کردی؟ لیلا خانم، عموتون کجا هستن؟ منو احضار کردن. رفته. چطور ممکنه رفته باشه؟ اون نوشته زود بیام. مگه این خط خودش نیست؟ خب حالا یه دقیقه بفرمین بشینین تا پیداشون بشه. ویسکی براتون بیارم یا سیگار برگ میکشین؟ برای آدمایی مثل ما سیگار ویژه و عرق کیش میشم زیاده. چرا اینقدر تو زندگی خودتون رو حقیر حس میکنین؟ شما که خیلی مغرور هستین. آخه برای چی اینقدر غمگینی؟ من برای خودم غمگین نیستم. برای اونایی که معنی واقعی زندگی رو درک نمیکنن غمگینم. من برای حقیقت و درستی حاضرم جونمم بدم. به سلامتی دوستیم. خوشحالم که منو به دوستی قبول میکنین. تا حالا هر چی دختر دیدم تو بهترین اونا هستی. اونقدر به هیجان اومدم که دست پاچه شدم. رقص بلدی؟ دوست دارم ولی کم بلدم. من حاضرم به شما یاد بدم، کاری نداره، بیاین. سلام بر عاشقان دل باخته. بعد موقعی مزاحم شدم. من نمیدونستم شما معلم رقصم هستی. درست حرف بزن. برو بابا، تو قابل نیستی، همینشم زیاده. چرت و پرت نگو دختر. به جای این آرتیست بازی ها بیا بالا به ما درس بده و ما رو برای کنکور آماده کن. رقاص بازی بسه. تو بابت این کار از عموم پول میگیری، فهمیدی؟ دست رو برو. الو؟ کی؟ تو هستی؟ سیگار آقا. سیگار. نگاه کن، سیگار فروش اومد، یه پاکت سیگار ازش بگیر. نه سیگار نمیگیرم. پولشو به یه درد دیگه میزنم. بقیده من کسی که سیگاری میشه باید پولش هم داشته باشه. هرچی باشه از من پولدارتر هستی. تو چقدر خوبی. من میتونم به تو یه قول بدم، اونم اینه که تا آخر عمر همینطور بی پول بمونم. منم در عوض به تو یه قلب شکسته که تو رو دوست داره هدیه میکنم. گرانبهاترین گنجینه دنیا قلبه. حالا بهت ثابت شد که تو از من پول داری؟ نه الان به خاطر یه سیگار حاضرم جونمو بدم. سیگار بدم آقا، سیگار. معذرت میخوام پدر، کیفمو تو خونه جا گذاشتم. پول نمیخواد بشر جون. پدر جون، منم میخواستم سیگار بخرم ولی پول ندارم. گفتم که پول نمیخوام دختر جون. مثل اینکه این آقا کره. صدای ما رو نمیشنوه. هی آقا ببین.
چته؟ چی شده؟ هیچی عزیزم. فقط میترسم. میترسی؟ از چی میترسی؟ میخوان منو بکشن. کیا؟ طلبکارم عزیزم. اگه بگم چقدر بدهکارم ممکنه برات خنده دار باشه، اما برای آدم بیکاری مثل من سر قمار باختی؟ قسم میخورم فقط برای جبران بازی کردم. چقدر؟ پرسیدم چقدر؟ 400,000 تومان. این فقط خرج یه ماه عموته، در حالی که این پول به زندگی من بستگی چی داره. کار برات میتونم انجام بدم؟ هیچی عزیزم. از تو هیچ توقعی ندارم. فقط میخوام منو ببخشی و بفهمی که خیلی دوست دارم. همین. منظورت چیه؟ میخوام فرار کنم سهیلا. من لیاقت دختر اصیل و ثروتمندی مثل تو رو ندارم. من آدم بد و بدشانسی هستم. سهیلا بیا تو هم برو گم شد. این گستاخ کیه؟ پدرم اونا رو استخدام کرده که ما رو درس بدن. پسر خودخواه و فضولیه عزیزم. جونور کثیف، حیوان وحشی. معذرت میخوام، من نمیخواستم بزنمش، تقصیر خودش بود. چرا دست از سر من ور نمیداری؟ چرا انقدر بیرحمانه اونو زدی؟ چرا خوردش کردی؟ حسودیت شد نه؟ چی شده سهیلا؟ دیگه فهمیدم، همه چی رو فهمیدم. اون خودشو لو داد. کی؟ از کی صحبت میکنی؟ آخه موضوع چیه؟ چی؟ از این به بعد میدونم چجوری وجودش با آتیش بکشم. معذرت میخوام، دیشب یادم رفت اینا رو ببرم. چه عکس قشنگیه. خب حالا درس رو شروع میکنیم. لطفاً برفای من.
کی؟ آه سایلا گوش کن سایلا، من با تو رو ببینم. خودت که میدونی من چه وضعی دارم فریدون. زندگیم در خطر سایلا. متاسفم. آخه من چیکار میتونم بکنم؟ الو سایلا. سایلا الو. بازم کبوتر اون شبیه؟ گوش دستت باشه عزیزم. آقا حسودیشون میشه، ولی باید عرض کنم که از تو خوشگلتر، خوشتیبتر و باسوادتره. به علاوه اینقدر جنتلمنه که هیچ وقت دستش به روی دختری بلند نمیشه. یه جوان مرد واقعیه. چرا این حرفا رو به من میزنی؟ اگه دوستش داری آزادی، میتونی بری پیشش. نترس، مطمئن باش دیگه جلوتو نمیگیرم. چرا وایسادی؟ برو پیشش. الو، الان میام پیشت عزیزم. منتظرم باش. همین الان. من به خاطر تو حاضرم جونمم بدم. من هیچ تصور نمی کردم که تو اینقدر با شعور باشی. امیدوارم منم بتونم یه روزی محبت تو رو جبران کنم. اگه روزی کسی پیدا شد که یه آدم خودخواه، مغرور، سنگدل و وحشی مثل تو رو دوست داشت، اون وقت جبران میکنم. میدونی که من چقدر از تو شرمندم، ولی هنوز وقت داری. خب دیگه زیاد بزرگش نکن. زیاد بزرگش نکنم؟ تو چت شده؟ هیچ. مادر داره میمیره جوانم. دیگه کاری از دست من ساخته نیست. یا باید تا فردا عملش کنید و یا اینکه شاید بتونی از آقای فهمی قرض بگیری. من ببینه که تو خجالت میکشی و رود نمیشه، من این کارو میکنم. نه، این کارو با هم میکنیم. نه، من نمیخوام کسی به خاطر من دستشو پیش دیگران دراز کنه. به خاطر 2000 تومان مادرم داره از بین میره. تو مگه دیوونه شدی کمال؟ چرا تا به حال این موضوع رو به من نگفتی؟ نمیدونم، نتونستم بگم. میخواستم آخر برج حقوق خودم و خنده داره. تو هنوز متوجه نشدی که وجود من متعلق به توه؟ این کارو به عهده من بذار، امشب از عموم میگیرم. راست میگی؟ من به خاطر تو حاضرم هر کاری بکنم، قول میدم. سویلا، نمیدونم با چه زبونی از لازم نکرده قربان، این کارو برای تو نکردم. اشتباه نکن. اگه برای خودم بود حتی یه لیوان آب خوردنم نمیخواستم. اما زندگی مادر دوستم در خطره. هر کاری میکنی که شاید خودتو یه کمی بکشی بالاتر، برعکس روز به روز پایینتر میری. منظورتو نمیفهمم. نفهمیدی؟ یعنی انقدر خنگی؟ با اجازتون. چیه؟ داری فرار میکنی؟ بزن به چاک خرگوش، با نسا فرار کن. فرار کنم؟ از کی باید فرار کنم؟ از کی؟ از دست من فرار میکنی. کور خوندید خانم.
از اعتراف کردن به دوست داشتن من فرار میکنی. هرگز اینطور نیست. هرگز. تو به خاطر این غرور بی اندازت همه چیزو زیر پا میذاری، حتی خودتو. تو از این که میخوای بگی منو دوست داری فرار میکنی. تو یه آدم خشک و بی احساس هستی. تو چی فکر میکنی دختر؟ من از تو نفرت دارم. تو بدشانسترین موجود روی زمین هستی. با این کاری که کردی قبر خودتو کندی. اوه چه خبره؟ تو هیچ وقت اینطوری منو نمیبوسیدی. شما من خیلی دست میندازین عمو جون. بگو ببینم هرچی تو دلت هست به زبون بیار. ما خیلی درس خوندیم عمو جون. فکر میکنم دیگه حق داشته باشیم که یه پارتی را بندازیم. نه البته با اجازه شما عمو جون. خوشگل. نه نمیشه. خلاصه ما امشب دوستانمون رو دعوت کردیم. میخوایم یه پارتی کوچیک بدیم. باشه عمو. خب خیلی خوب بس دیگه. الو فریدو، مگه ممکنه فراموش کنم؟ گوش کن، امشب ساعت 9 تو باغ منزلمون همدیگر رو میبینیم.
تا به حرف من گوش ندی نمیذارم بری. لازم نیست توضیح بدی. خواهش میکنم. من یه دختر فقیر هستم. هیچ کار مثبتی نمیتونم برای تو انجام بدم. من چیزی ندارم به تو بدم جز قلب پاکم. ولی اون دختر همه چی داره. اون میتونه مادر تو از مرگ نجات بده. ازت خواهش میکنم منو راحت بذار. هیچ وقت با قلب دخترایی مثل من بازی نکن. خدا رو خوش نمیاد. این گناهه. کمال، میخوام باهات کمی صحبت کنم. من با عموم صحبت کردم، از تو خیلی ناراحت شد. گفت چرا خودش شخصا از من نخواست. منم گفتم حتما خجالت کشیده. بعد گفت ببرش تو اتاقم، هر چقدر میخواد از صندوق برداره. این غیر ممکنه. قسم میخورم. بیا بریم اتاقش. حالا تو رو با این صندوق تنها میذارم. وردار. هر چقدر لازم داری وردار. بیا. عمو جون دوست رفته تو اتاقت. من با چشای خودم دیدم. بذار سر جاش پولا رو سگ کثیف. آقای فهمی، من اگه اون خوبیا و محبتایی که من در حق شما کردم برای کثیف‌ترین آدما کرده بودم هرگز دست به این کار نمیزد. من بدون اجازه نیومدم اینجا. سهیلا خانم منو به اینجا آورد. اگه میخوای تو این خونه بمونی مواظب رفتارت باش. نترس، من نمیخوام عشق تو ازت بگیرم. از شما چیزی نپرسیدم. به من گوش بده. من ندزدیدم. شما اشتباه میکنید. من دزد نیستم. من ندزدیدم. به خدا من دزد نیستم. تا به حال دست من به دزدی آلوده نشده. باور کنید من راست میگم. من هرگز دزدی نکردم. من دزد نیستم. باور کنید قربان، این عین حقیقته. مادرم در حال مرگ، من به پول احتیاج داشتم. سهیلا منو به این اتاق آورد و گفت عموم گفته هر چقدر پول میخواید برای نجات مادرت بردار. من به خاطر مادرم این کارو کردم. بگو سهیلا، بگو که من راست میگم. خواهش میکنم حرف بزن. سهیلا بگو که راست میگم. حرف بزن سهیلا. متاسفانه دروغ میگه. سهیلا برای نجات خودش این حرفا رو میزنه. من به اون چیزی نگفتم. دروغه. سهیلا ازت خواهش میکنم تو رو خدا حقیقت رو بگو. چقدر از پولتون کمه؟ این شرف درست 400,000 تومان برداشته. جوان، پولا رو کجا پنهان کردی؟ من پولی بر نداشتم. فقط میخواستم به اندازه اینکه مادرم از مرگ نجات بدم بردارم. تصور نمی‌کنم انقدر پول برداشته باشه. آقای فهمی، شما مطمئن هستین که پولتون انقدر کسری داره؟ بله مطمئن هستم. متاسفانه مجبورم شما رو توقیف کنم. بفرمایید. من دزد نیستم. تو که منو خوب میشناسی مفتاح. گناه ما فقط فقر ماست. ولی اگه بیچاره هستیم هیچ وقت دزد نیستیم. کسی که این بستر رو به تو چسبونده باید خجالت بکشه. جمال ناراحت نباش دختر. کمال هرگز این کارو نمیکنه. من که نمیتونم باور کنم. حتما براش نقشه کشیدم. ولی خداییم در کاره. بگیرید. بازم کسی طلبکاره؟ حرف بزنید. چرا خفه خون گرفتین؟ ناکرای اسکناس. لطفا چند دقیقه وقتتون رو به ما بدید. میخوام یک کمی صحبت کنیم.
بعد از این پولام حرف میزنن. امشب میخوام کیف کنم. دعوت ما رو قبول کنید. داری میری؟ بله. از من چی؟ منو فراموش میکنی؟ نه، هرگز لیلا. تو و خاطرهایی تو هرگز فراموش شدنی نیست. من همیشه به تو فکر میکنم. فقط یه چیز باعث این جدایی میشه، اونم حصاریه که بین من و تو وجود داره. من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. در مقابل این همه ثروت عمود ازدواج ما عملی نیست. ثروت عموم به من مربوط نیست. همین ثروت عمود بود که باعث شد به صمیمیترین دوست من تهمت زده بشه. هیچ میدونی چی به سر اون پیرزن میاد؟ دق مرگ میشه. من از اینجا میرم لیلا، ولی اینو بدون که خاطره تو رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. چی شده لیلا؟ هیچی عمو جون، اومدم با شما وداع کنم. چی داری میگی؟ مگه زده به کلت دختر؟ من دیگه دارم از اینجا میرم. نکنه تو دیوانه شدی؟ کجا میخوای؟ این کار شما ناحق بود. من نمیتونم طاقت بیارم. میدونم که سهیلا عمدن این کارو کرده. بس کن، من با چشم خودم همه چیزو دیدم. حتی اگه منو بکشین بازم حرفمو میزنم. من حاضر نیستم این وضع تحمل کنم. این چه طرز حرف زدنه؟ مختار چند دقیقه پیش از اینجا رفت. من اونو دوست دارم. هر جا اون بره دنبالش میرم. دختره گستاخ تا خوردت نکردم. برو تو اتاقش. هیچ قدرتی نمیتونه مانع رفتن من بشه. برو از ارث محروم میکنم. هر کاری میخوای بکن. به همه خواهم گفت این دختر برادرزاده من نیست. شما یه عمر منو روی زانوی خودتون بزرگ کردین. چطور بیرون بکنی؟ منو ببخش دخترم، متوجه نبودم. اینجا خونه خودت عزیزم. موندن من اینجا فایده ای نداره. من میرم پیش اونایی که به خاطر نجات مادرشون و سیر کردن شکمشون و حفظ آبروشون زحمت میکشن. اون زندگی لذت دیگه ای داره. خداحافظ عمو جون. پشیمون میشی لیلا. منظورتون چیه؟ هیچ فکر کردی دختری که به تو 400,000 تومان کمک بکنه خودش چقدر ارزش داره؟ مگه دیوونه شدی؟ بگی بشه. من میخوام با اون ازدواج کنم. تا وقتی که عموش زنده است این کار ممکن نیست. عموش هم که حالا نمیمیره، بنابراین تو باید خیلی انتظار بکشی. اگه اون دختر که میخواد با تو ازدواج کنه یه وقت عموش از ارث محرومش کنه، اون وقت چیکار میکنی؟ تازه از کجا معلومه فردا دختر عاشق کس دیگه ای نشه؟ جای اینکه سالها بشینی و برای به دست آوردن میلیون ها تومان پول فکر کنی و نقشه بکشی، بهتر نیست که یه دفعه اونو به چنگ بیاری؟ شما دیوونه، همتون. ما میخوایم دختره رو بدزدیم. لطفاً آقا رو راضی کنید. نه. از جون اون بیچاره‌ها چی میخواستی؟ از خدا نترسیدی این کارو در حق اونا کردی؟ اونا که به تو آزاری نرسوندن، چون مختار تو رو دوست نداشت خواستی ازش انتقام بگیری. دروغه، اون منو دوست داره. الو سایلا، گوش کن. من ببین، میتونی الان بیای پیش من؟ حرف بزن. نمیدونم چی بگم. تو که میدونی. باشه، سعی میکنم بیام پیشت.
اگه کمال میدونست که تو اینقدر در حق مادرش فداکاری میکنی، اگه بهش چیزی بگین ازتون میرنجم. هر وقت خوب شد از اینجا میرم. اما مختار، یه خانم خوشگل مو بلند اومده میخواد شما رو ببینه. از دیدنم خوشحال نیستی؟ چرا نباشم؟ قدمت رو چشم. من همه چیزو به عموم گفتم اگه منو به اولادی قبول نداشته باشه، حتی اگه از ارثم محرومم کنه، دیگه تو اون خونه نمیمونم. میرم پیش کسی که دوستش دارم. آقای فهمی، الان برادرزاده تو سهیلا تو چنگ ماست. اگه به زندگیش علاقه‌مندی به آدرسی که میدم 2 میلیون تومان بیارید و اونو تحویل بگیرید. در غیر این صورت خودتون بهتر میدونید چه بلایی به سرش میارید. تو کی هستی؟ منظورت چیه؟ بی خود وقت رو تلف نکن. تا 2 ساعت دیگه تمام پول نقدن به آدرسی که میدم بیار. اگه کوچکترین بویی ببریم که به پلیس اطلاع دادی، دخترها رو بی‌رحمانه میکشیم. دوباره به تلفن میکنم. الو. یه خونه خرابه قدیمی است که خیلی تو در توه. دخترها رو میبریم اونجا قایم میکنیم. حتی شیطون هم نمیتونه اونجا پیداش کنه. من با شماها نمیام. تا پول رو تحویل نگیریم تو پیش ما هستی. اگه کوچکترین سوء ظنی پیدا کنم، یه لحظه از این پسره نباید غافل بشین. صبر کن ببینم این دختر کیه؟ چرا اینطوری باستینش؟ کجا میخوایم ببرینش؟ دخترها رو کشتی احمق. بلند شید از اینجا بریم. الو اداره پلیس. الو من مأمور شماره 36 هستم. زخمی شدم. خانم ناهید شما هستید؟ من همونطور که در تعقیب اون باند بودم متوجه شدم که دختر رو دزدیدن. اونا توسط فریدون این کارو کردن. همون پسره قمارباز؟ بله، سرقتی هم که دیشب در منزل آقای فهمی صورت گرفته کار فریدون بوده. الو اون جوونه که زندانی کردید مرخص کنید یا دختره رو نجات بدید. زهره، به خاطر زحماتی که برای مادرم کشیدی ازت متشکرم. خواهش میکنم. این وظیفه من. باور کنین من براتون خیلی ناراحت شدم. نمیدونم با چه زبانی از طرف خواهرم از شما عذرخواهی کنم. متاسفانه دیشب خواهرتون رو دزدیدن. نه ممکن نیست. چرا؟ وسیله همون پسره که منو تو زندون انداخت دزدیدنش. گفتن اگه 2 میلیون ندم سهیلا رو میکشم. اگه بخوای دیوونه بازی دراری میکشمت. برو بهش تلفن کن. A48 شنیدم. اطراف خلیج رو بگردید. بگوشم. هر کجا میخواید قرار بذارید. من پولو براتون میارم همونجا. امشب ساعت 12
100 متر دورتر از منزلتون یه ماشین با چراغ به شما علامت میده. اگه متوجه شدیم که پلیس رو خبر کردیم دخترا رو میکشیم. هنوز آثاری از جنایتکارا به دست نیومده. هنوز آثاری از گنگسترها به دست نیاوردیم. مثل اینکه زمین دهن باز کرده و اونها رو بلیده. نکنه خدای نکرده سهیلا رو کشته باشن. آ35 ما در تعقیب جنایتکارا هستیم. هنوز آثاری به دست نیاوردیم. ناراحت نباشید، هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. الو من کمیسر پلیس هستم، بگوشم. حرف بزنید، بگوشم. ماشین مورد تعقیب رو پیدا کردیم و خونه ای رو که سارقین در اون هستن محاصره کردیم. زودتر خودتون رو برسونین. لطفاً عجله کنین. 11:45 است. برو پولا رو تحویل بگیر. باید ساعت 12 پولا رو تحویل بگیری. تا دوباره برگردی اینجا 1 شب طول میکشه. من نیم ساعت منتظرت میشم. اگه تا ساعت 12:30 برنگردی نامزد عزیز تو میفرستم اون دنیا. مبادا این کارو بکنی. این تنها راهیه که باعث میشه تو پولا رو ور نداری و فرار کنی. و اینم بدون که ما در مرگ و زندگی با هم شریک هستیم. پلیس! دقت کنید! با شما داریم حرف میزنیم. این منزل در محاصره پلیس، هیچ راه فراری نیست. از اینجا برید وگرنه همتون رو میکشم. گوش کنید! به نام قانون اسلحه‌تون رو بندازین. اگه تسلیم نشین مجبوریم شلیک کنیم. اگه جلو بیاید دختره رو میکشم. گم شید، برید از اینجا دور شید. افراد آماده باشن، همه آماده باشن. احمقای دیوونه، جواب مسلسلشون رو بدین. جلو نیاید، برید گم شید. بی حرکت. اگه جم بخوری میکشمت. کی جای ما رو به پلیس خبر داده؟ کی به اونا گفته که ما اینجا قایم شدیم؟ حتما خودشون پیدا کردن. برو کنار، میخوام بکشمش. مگه اول منو بکشی بعد اونو؟ به زبون خوش برو کنار فریدون، وگرنه مجبور میشم هر دوتون رو بکشم. پس چرا معطلی؟ زود باش، ماشه رو بکش. خیلی خوب. باشه، به موقعش.
عجب دنیاییه. یادم میاد اون وقتایی که پدر و مادرم زنده بودن با برادرم توی همچین محلی زندگی میکردیم. اومدین اینجا که ما فقیر بیچاره رو دست بندازیم؟ نه دختر جان، من اومدم اینجا پیش شما زانو بزنم و ازتون عذرخواهی بکنم. مسخره نکنیم، خواهش میکنم. من به شما افتخار میکنم. کمال، بیا پسرم. خب زهره جان، حالا نمیخوای منو با پدر آشنا کنی؟ یه کار کوچولو باهاش دارم. هرچی باشه ما آدمای قدیمی بهتر زبون همدیگه رو میفهمیم. برای این کار اول اجازه بزرگتران لازمه. داره نماز میخونه. عزیزم. الله اکبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت. برادر، حالا منو شناختی؟ خدای من، این حقیقت داره چی دارم میبینم؟ برادر جان، من تو آسمونا دنبالت میگشتم ولی روی زمین پیدات کردم. نکنه این دختر زهره رو میگی برادر؟ من برای خواستگاری اون اومده بودم اینجا. حالا نگو که من عموش هستم و خودم خبر ندارم. چه خوب. بیا اینجا زهره جان، بیا پیش عموت. عموت دخترم. نمیدونی از دیدن شما چقدر خوشحالم. خدای من. دارم دیوونه میشم. لیلا کجاست؟ مختار کجا رفته؟ چند دقیقه پیش این دیوونه ها از اینجا رفتن؟ کجا رفتن؟ والا حتما رفتن الک دلک بازی کنن. لیلا کجا رفته؟ اونم صبح زود چمدوناشو برداشت و مختار، از اینکه تو رو از توی عروسی صمیمی‌ترین دوستت آوردم بیرون لابد ناراحتی؟ من با کسی که میخوام ازدواج کنم باید تمام وقتشو به من بده. ببینم مگه من این حقو ندارم؟ نمیخوام جوابی بدی. هیچ حرف نزن. خب چرا نشستی؟ پاشو برو. سهیلا الان با طیاره میره و دیگه هم بر نمیگرده. چی؟ کجا داره میره؟ مختار! Soheyla, دوست دارم. Soheyla. Yakışıklı, belki o biraz da çapkın bakışlı. Seviyor zanneder, ona gidersen dönersin.